نژاد عجیبیه. خیلی عجیبه. نه به درد نمیخوره. خب ببینم این دیگه کیه؟ خب این یکی خیلی کوتاهه. نه به به به، به این میگن یه نژاد مامانی. شاید یه کمی زیادی مامانی باشه. آره خیلی زیادی مامانیه. خیلی پیره، زیادی جوونه. مشکل بزرگی، یه مشکل واقعی. خب یکی مثل این که از همه مناسب تره، خوشگلترین حیوان 4 دست پای کره زمین. حالا باید دید صاحبش چطوره. وای اونم خیلی خوشگله، اینقدر به هم میان که آدم باورش نمیشه. اگه 100 سال سگدویی هم میکردم همچین زوج جوری پیدا نمیکردم. دارن میرن به طرف پارک. برای آشنایی جای مناسبیه، البته اگه میدونستم ترتیبشو بدم. ولی حیف که راجر هیچ وقت زودتر از ساعت 5 دست از کار نمیکشه، تا اون وقتم دیگه دیر میشه.